سلام دوستان من، شبتون بخیر. من ستاره هستم و از امشب قراره که هر شب یکی از داستان‌های شهرزاد قصه گو رو برای شما تعریف بکنم. از امشب شما میشین شهریار و من میشم شهرزاد و هر شب یک داستان رو برای شما از کتاب 1001 شب بازگو میکنم. قبل از اینکه به داستان شب اول برسیم، بریم با همدیگه ببینیم که اصلا قصه شهرزاد و شهریار چطور به همدیگه گره میخوره و شهرزاد قصه گو چطور با شهریار آشنا میشن. در کتاب 1001 شب چنین آمده که ملکی از ملوک آل ساسان، یعنی از سلسله ساسانیان، سلطان جزایر هند و چین بوده و 2 پسر داشته، یکی شهریار و دیگری شاه زمان. شهریار برادر بزرگتر بوده و شاه زمان پادشاه سمرقند. هر دو 20 سال حکومت کردند. یکی از این روزها شهریار آرزوی دیدار برادرش رو میکنه. دلش برای برادر شاه زمان تنگ میشه و به وزیر خودش فرمان میده که به سمت سمرقند بره و برای شاه زمان پیغام بذاره. شاه زمان که پیام رو دریافت میکنه، همون روز مملکت رو به وزیر خودش میسپاره و با وزیر برادر از شهر خودش بیرون میره. تا به لشکرگاه میرسه، اونجا یک استراحتی میکنن بین مسیر. در لشکرگاه استراحت میکنن و وقتی که موقع خواب و شب بوده، یادش میفته که هدیه برادر رو فراموش کرده. فردای اون روز که به سمت سمرقند مجدد حرکت میکنه، میبینه که خاتون خودش، یعنی همسرش، با یکی از غلامان هم بستر شده. شاه بسیار ناراحت میشه و همون لحظه اون غلام و همسرش رو میکشه و هدیه رو برمیداره و به سمت شهریار حرکت میکنه. وقتی که به پیش برادر میرسه، برادر ازش استقبال میکنه، با هم صحبت میکنن، ولی خب میبینه که شاه زمان بسیار ناراحته. اون خاطره خاتون و غلام از خاطرش بیرون نمیرفته. دیگه بعد از چند روز شهریار ازش سوال میکنه که برادر چی شده؟ چرا انقدر خاطرت مکدره؟ شاه زمان پاسخ میده که گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود دل خلق به غمم باز کنم. و داستان رو تعریف نمیکنه. در روزهای آینده شهریار از ملک خودش خارج میشه و به سمت شکارگاه میره و برادر در کاخ امپراتوری تنها میمونه و همینطور که خیلی حزن‌آلود و تو حال خودش بوده، از پنجره به باغ نگاه میکرده که همون لحظه زن برادرش رو میبینه که با کنیزکان و 20 غلام زنگی به باغ وارد میشن و تفرج کنان کنار حوض میرن و لباسهاشون رو در میارن و خاتون یک غلامی رو صدا میکنه به اسم مسعود، یک غلام درشت هیکل و سیاه، که خاتون با این غلام همخواب میشه و هر کدوم از غلام‌های دیگه با یک کنیزی. شاه زمان که این وضعیت رو میبینه، میگه که وضعیت من در مقابل برادرم خیلی هم بد نبوده، خیلی هم نباید خودم رو ناراحت بکنم. و دیگه اون داستان همسر خودش رو فراموش میکنه و به عیش و نوش و شادی میپردازه. زمانی که برادرش برمیگرده، میبینه که شاه زمان دیگه ناراحت نیست و خوشحال شده، رنگ و رخش ارغوانی شده. خوشحال میشه، میپرسه که چی شد؟ چه اتفاقی افتاده که دیگه ناراحتیت رو فراموش کردی؟ شاه زمان میگه که من سبب اندوه خودم رو بهت میگم، اما سبب شادی رو از من نپرس. و داستان خاتون خودش و غلام رو برای برادر تعریف میکنه. شهریار که این رو میشنوه
میگه که خواهش میکنم که داستان شادی خودت رو هم برای من تعریف کن. و شاهزمان مجبور میشه که قصه خاتون شهریار و 20 غلام رو براش تعریف کنه. شهریار میگه که من به همسرم اعتماد دارم و تا نبینم باور نمی کنم. شاهزمان میگه که خیلی خوب، تو این بار دوباره بگو که من دارم میرم برای شکار و 10 روز بر نمیگردم. وقتی این خبر رو پخش کردی خودت بیا پیش من، خودت رو پنهان کن و ببین. شهریار همین کارو میکنه و کنار برادر کنار پنجره میسته و مجدد خاتون خودش رو میبینه که با غلام ها و کنیزکان به سمت حوضچه میرن و به عیش و نوش میپردازن. شهریار که همون داستان رو که از برادر شنیده بود به چشم میبینه بسیار ناراحت میشه و میگه که ما اصلا اینجا دیگه نباید بمونیم. با برادر راه بیابون در پیش میگیرن و چند شبانه روز میرن تا به ساحل عمان میرسن. زیر یک درختی که پیش یک چشمه‌ای بود استراحت میکنن که در همون لحظه افریتی بلند و تناور، افریت همون جنیان هستش، از پیش چشمشون از داخل دریا بیرون میاد و یک صندوق آهنین بزرگی هم بر سرش داشته. هر دو شاهزاده از ترس به بالای درخت پناه میبرن و قایم میشن. افریت که کنار چشم میاد صندوق رو باز میکنه و یک دختری ماهروی، دختری زیبا، خوش چهره، سفید در واقع، از داخل صندوق بیرون میاد. که افریت بهش میگه ای پری روی آدمی پیکر، رنج نقاش و آفت بتگر، که تو را شب زفاف از کنار داماد رو بودم و دل به مهرت سپردم. الان تو یکم نگهبانی بده که من میخوام بخوابم. و سرش رو میذاره کنار دختر، این روشونه دختر رو میخوابه. این دختر که بالای درخت رو نگاه میکنه این دوتا ملک زاده رو میبینه و خیلی آروم بهشون میگه بیایید پایین. و اون دوتا ملک زاده هم که از ترسشون ساکت بودن خیلی آروم میان پایین. ماهروی به این دو برادر میگه که بیایید با من باشید، یعنی اونها رو به خودش دعوت میکنه و از افریت میترسونتشون. و این دو برادر هم که از ترس جونشون مجبور به قبول دعوت دختر شدن. پس از اون دختر 570 انگشتر در میاره و به پادشاه نشون میده. میگه میدونید اینها چیه؟ ملک زادگان میگن نه والا اینها چیه؟ دختر براشون تعریف میکنه که در این سفری که افریت من رو دزدیده و آورده، من با خیلی همین کاری که شما با من کردید رو کردم و هر کدوم از اونها به من یک انگشتر دادن. شما هم باید یک انگشتر به من بدید. و در ادامه میگه که این افریت من رو دزدیده و همش مواظب منه، غافل از این که ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. چه شعر زیبایی. این دو پادشاه که این داستان رو شنیدن گفتن که این داستان این دختر و افریت از قصه ما هم غمگین‌تر و عجیب‌تر بوده و دردش بیشتر بوده و این حادثه‌ای که پیش اومده باعث میشه که ما یکم خودمون رو کنترل بکنیم و یه جورایی میگن که این خیلی بیچاره تر از ما دیگه انقدر قصه نخوریم. و برمیگردن به شهرشون. شاهزمان به شهر خودش برمیگرده و مجردی میگذرونه روزگارش رو. اما شهریار اون خاتون و همه غلامان و کنیزکان رو طعمه سگا میکنه و از اون پس هر شب یک باکره رو به زنی میگیره و بعد از اون رو میکشه. یعنی اعتمادش سلب شده بوده و دیگه هیچ زنی رو طولانی مدت کنار خودش نگه نمیداشته. مردم شهر دیگه از این وضعیت به ستوه اومده بودن. دختران خودشون رو از دست پادشاه قایم میکردن و هر کدوم به یک شهری مهاجرت میکردن. یه روزی شهریار به وزیرش گفت که
یک دختر شایسته برای من پیدا کن. وزیر که توی شهر میگرده دختری پیدا نمیکنه، چون که همه مردم دخترانشون رو فراری داده بودن و خیلی اندیشناک و خیلی ناراحت به خونه خودش برمیگرده. این وزیر 2 دختر داشته، یکی شهرزاد و دیگری دنیازاد. شهرزاد که دختر بزرگتر بوده و با ادبیات و شعر و شعرا آشنایی داشته، به پدر میگه که چون انقدر ناراحتی، بر دل غم روزگار تا کی داری؟ بگذار جهان و هرچه در وی داری. با یار شرابی طلب و پای گلی، در دست کنون که جرعه می داری. وزیر قصه رو برای دخترش تعریف میکنه. دختر بهش میگه که من رو ببر به ملک پادشاه، بذار که من امتحان کنم. من یک نقشه‌ای دارم، حالا یا کشته میشم یا دختران سرزمینم رو از دست این شهریار نجات میدم. وزیر که ترسیده بود بهش میگه که من میترسم که یک اتفاقی برای تو بیفته همانند اتفاقی که برای زن دهقان رسید. دختر ازش میپرسه که داستان زن دهقان رو برام تعریف کن. شنیدم که یک دهقانی بوده و مال و زمین و حیوان فراوان داشته و یک نعمت داشته، میتونسته زبون حیوانات رو متوجه بشه. یه روزی نزدیک طویله بوده، گوششو تیز میکنه، میبینه که گاو داره به خر توی طویله میگه خوش به حالت خر، چه روزگار خوشی داری، میخوری و میخوابی، گهگاهی هم این دهقان سوارت میشه یه دوری توی شهر میزنه. من بدبخت چی؟ دائما گاواهن به هم وصله و از این سر زمین به اون سر زمین از من کار میکشن، شبم خسته و کوفته میام اینجا. خر بهش میگه کاری نداره، من بهت الان یه راهکار میگم که تو هم راحت بشی. تو فردا صبح که دهقان سراغت اومد، هر چی تکونت داد از جات بلند نشو، هر چی هم جلوت گذاشتن هیچ نخور، خودتو بزن به مریضی. فردا صبح که این اتفاق میفته، دهقان هم البته شنیده بود این داستان رو، چون زبون حیوانات رو میفهمید. میگه که اشکال نداره، این گاواهن رو ببندید به این خر رو ببرید به زمین بذارید چخم بزنه. چند روز به این منوال میگذره، خر خسته و کوفته شبها به طویله میاد، میبینه گاو اون گوشه نشسته میخوره و میخوابه. گاوش میگه دمت گرم، عجب راهکاری بهم دادی، راحت شدم، الان فقط میخورم و میخوابم. خر که دیگه از این وضعیت خسته شده بود به گاو میگه که ببین، من شنیدم که دهقان داشت به غلامان و کنیزان میگفت که اگر که این گاو همچنان مریض بود، فردا هم به خودشو به مریضی زد و مریض بود، سرشو ببرید و جشن بگیریم. گاو که اینو میشنوه میترسه، میگه دیگه چاره ای نیست، فردا باید بلند شم برم زمین و شخم بزنم. و همین اتفاق هم میفته. فردا که دهقان سراغ گاو میاد، گاو سر حال سریع بلند میشه. دهقان که خندش گرفته بود میزنه زیر خنده، میفته زمین، قشقش میخنده. زنش که این اتفاقو میبینه میگه چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ دهقان بهش میگه من نمیتونم راز خودم رو، این در واقع شنیدن متوجه شدن حرفای حیوانات رو، نمیتونم راز خودم رو به تو فاش کنم، چون اگر رازم رو فاش کنم میمیرم. زن دهقان میگه باشه، اشکال نداره، نگو، همین که تو میخندی برای من کافیه، و ناراحت میشه. دهقان اما چون زنش رو خیلی دوست داشته میگه اشکالی نداره خاتون، من وصیت میکنم ولی این رازم رو به تو فاش میکنم. و راز رو به زنش تعریف میکنه. فردای اون روز همه فرزندان و اقوام رو دعوت میکنه، وصیت میکنه که دیگه دار فانی رو ودا بگه، چون که اگر این راز فاش میشده دهقان از دنیا میرفته. در حین مهمانی وقتی که میخواسته بره وضو بگیره، میشنوه صدای خروس رو که با سگ‌ها و بقیه حیوانات صحبت میکرده. سگ داشته به خروس میگفته که وای بر تو، امیر ما در حال مرگه و تو شادمانی؟ خروس میگه امیر کم عقله، کم خرده، من 50 تا زن دارم، 50 تا مرغ، و با هر کدومشون یه جوری رفتار میکنم که رو حرفم حرف نزنن.
ولی این امیر ما یه زن داره و نمیدونه چی کارش کنه. من اگر جای اون بودم زن رو چنان میزدم که حساب کار دستش بیاد. البته این جای داستان خیلی باب میل من نیست، اما خب دهقان میره یه چوبی بر میداره و شروع میکنه به زدن خاتون که خاتون از هوش میره. ولی وقتی به خودش میاد ناراحت میشه، به دست پای خاتون میفته و میگه منو ببخش. این داستان دهقان و زنش بوده که وزیر میگه من میترسم این اتفاقی که برای خاتون میفته برای تو هم بیفته تو ملک شهریار. اما شهرزاد اصرار میکنه، میگه اجازه بده که من این کارم رو انجام بدم و دختران سرزمینم رو نجات بدم. وزیر که اصرار دخترش رو میبینه به ناچار میپذیره و میگه بسیار خوب، فردا آماده باش که تو رو به پیش شهریار ببرم. شهرزاد میگه فقط یک شرط دارم، اون همین که دنیازاد هم همراه من بیاد. داستان اینطوری میشه که وزیر دنیازاد رو به پیش شهریار میبره شب و بعد از این که شهریار کارش رو با دنیازاد تموم میکنه، دنیازاد از شهریار خواهش میکنه که اجازه بده من خواهرم رو برای آخرین بار ببینم. این وصیت منه. شهریار هم قبول میکنه و شهرزاد رو به اتاق فرا میخونن. دنیازاد به خواهرش میگه خواهر، حالا که دارم از دنیا میرم یکی از اون قصه هایی رو که بلد بودی برای من تعریف کن. و اینجوری میشه که شهرزاد شروع میکنه به قصه گفتن برای شهریار. این بود از داستان آشنایی شهرزاد با شهریار و ما از این پس هر شب یکی از قصه های شهرزاد رو با هم دیگه میخونیم. اگر شما هم علاقه دارید که بشنوید و بدونید که داستان این قصه ها از چه قرار بوده، حتما من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. تا فردا شب و یک قصه جدید دیگه، خدا نگهدار، شبتون بخیر.